وقت بخیر به خبرهای خوب این هفته خوش آمدید. اداره تنظیم امور آب افغانستان از امضای قرارداد ساخت و آغاز کار عملی 42 بند بزرگ در 21 ولایت کشور خبر داده است. بر اساس معلومات این اداره، این بندهای بزرگ آب 572 میلیون دلار هزینه برمی‌دارد که با تکمیل شدن آن 65 میگاوات برق تولید می شود. این در حال است که نظام الدین خپلواک سخنگوی اداره تنظیم امور آب میگوید این بندها در آغاز هفته مدیریت آب و برق افتتاح شده و در این هفته ده‌ها پروژه تکمیل شده نیز و بهره برداری سپرده خواهد شد و در کنار آن کار صدها پروژه دیگر آغاز می شود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور در 10 ولایت 133 پروژه آب و برق را افتتاح کرد و در نشست در ارگ رئیس جمهوری به همین مناسبت گفت جای خوشی است که امروز کانال ارچی کندوز، کانال شهربان تخار و پروژه های آبرسانی در ولایت خوست و فرا به بهره برداری سپرده می شود و افزوده است افغانستان به انزوا نمی رود و با جهانیان در یک فصل جدید همکار خواهد بود. به زودی پروسه ذخیره آب در بند شاه و عروس آغاز می شود. این بند با هزینه 53 میلیون دلار آمریکایی ساخته می شود. بر اساس معلومات اداره ملی تنظیم آب کشور، این بند سالانه به 5 میلیون فرد در شهر کابل آب آشامیدنی تهیه می کند. مقامات گفتند بند شاه و عروس 8.9 میلیون متر مکعب آب را ذخیره خواهند کرد و توانایی تولید 1.5 میگاوات برق را نیز خواهند داشت. حکومت افغانستان گفته است مدیریت آب کشور در صدر برنامه‌هایشان قرار دارد. اداره خط آهن در یک ماه گذشته از طریق راههای بندر حیرتان، مزار شریف، خواف، هرات و تورغوندی هزاران تن اجناس تولیدی و زراعتی را به خارج از کشور صادر کرده است. اداره خط آهن میگوید این کالاهای تجارتی به ازبکستان، روسیه و قزاقستان صادر شده است. بر اساس معلومات در واگن‌های صادراتی بیش از 383 هزار کالای تجارتی بار بوده که بخش عمده آن را مواد خوراکی، نفت و مواد ساختمانی تشکیل می‌دادند. فعالیت اداره خط آهن افغانستان در این اواخر افزایش چشمگیر داشته است. مقامات در ننگرهار میگویند ترانسفورمر پنجم با ظرفیت 20 میگاولت آمپر در کمپ صنعتی همیشه بهار به ارزش 100 میلیون افغانی به بهره برداری سپرده شد. مسئولین گفتند با فعالسازی این ترانسفورمر صدها خانواده از نعمت برق بهره مند خواهند شد. هزینه نسبی این ترانسفورمر از سوی اتاق معادن و صنایع و شرکت برشنا پرداخته شده است. مقامات میگویند با آغاز فعالیت این ترانسفورمر کار فابریکات در پارک صنعتی نیز سرعت خواهد یافت. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری میگوید در ولایت هرات، غزنی، سرپل، کندوز، بلخ، فاریاب و دایکنی در سال جاری 38 مرکز پروسس زعفران ساخته خواهند شد. مقامات این وزارت گفتند هدف از ساخت این مراکز افزایش محصولات و بلند بردن کیفیت محصولات در سطح جهان میباشد. زعفران افغانستان از نگاه کیفیت در سطح جهان مقام اول را دارد. در سال گذشته 14877 تن حاصلات چهارمغز در کشور جمع آوری گردیده است. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری میگوید بدخشان با حاصلات 4500 تن اول، کاپیسا با حاصلات 2500 تن دوم و پروان با حاصلات 1500 تن سومین ولایت از نگاه جمع آوری محصولات در افغانستان میباشد. یک شبکه آبرسانی به ارزش 150 میلیون افغانی در ولایت خوست افتتاح شد. مسئولین محلی گفتند این شبکه از بودجه انکشافی دولت افغانستان به ارزش 150 میلیون افغانی به طول 42 کیلومتر ساخته شد. بر اساس معلومات بیش از 1000 خانواده از این پروژه مستفید خواهند شد. ممنون از توجهتان به خبرهای خوب این هفته. تا بعد، خدا نگهدار.